کاسبی یعنی چکت به موقع پاس بشه ولی پول اسنپ نداشته باشی بری خونت. کاسبی یعنی چکت بعد به موقع پاس بشه ولی 50 تومن بیشتر تو جیبت نمونه که بری یه نون و ماست بگیری. اصلا میدونی کاسبی یعنی چی؟ کاسبی یعنی این که میری خونتون، خانومت قور میزنه، جگرتو خون میکنه به خاطر وضع مالیت، ولی صبح که میری مغازه به مشتریت لبخند میزنی. همون مشتری که بهش لبخند میزنی بهت میگه تو کلاهبرداری، گرون فروشی، ناتویی، ناجوری، شما وضعتون خوبه، در حالی که تو با اداره مالیات و دارایی تو این خرداد 1403 میخوای درگیرش کلی پول به مالیات بدی. آره داداش گلم، کاسبی بالا پایین داره. کاسبی همش روز خوش نیست. کاسبی همش این نیستش که کیف کنی و حال کنی. بیرونش یه وقتایی مردمو میسوزونه، توش خودتو میسوزونه. ولی نگران نباش، اگه کاسبی تو نظم بدی، اگه کاسبی تو روتین باشه، تو هم کاسبیت برکت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنی. فقط با کاسبی یعنی چکت به موقع پاس بشه ولی پول اسنپ نداشته باشی بری خونت. کاسبی یعنی چکت بعد به موقع پاس بشه ولی 50 تومن بیشتر تو جیبت نمونه که بری یه نون و ماست بگیری. اصلا میدونی کاسبی یعنی چی؟ کاسبی یعنی این که میری خونتون، خانومت قور میزنه، جگرتو خون میکنه به خاطر وضع مالیت، ولی صبح که میری مغازه به مشتریت لبخند میزنی. همون مشتری که بهش لبخند میزنی بهت میگه تو کلاهبرداری، گرون فروشی، ناتویی، ناجوری، شما وضعتون خوبه، در حالی که تو با اداره مالیات و دارایی تو این خرداد 1403 میخوای درگیرش کلی پول به مالیات بدی. آره داداش گلم، کاسبی بالا پایین داره. کاسبی همش روز خوش نیست. کاسبی همش این نیستش که کیف کنی و حال کنی. بیرونش یه وقتایی مردمو میسوزونه، توش خودتو میسوزونه. ولی نگران نباش، اگه کاسبی تو نظم بدی، اگه کاسبی تو روتین باشه، تو هم کاسبیت برکت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنی. فقط با کاسبی